با تشبث شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در دایره تطبیق هدفهای سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی خطسیر سیاحی نوبتی خوجند شهرستان استرافشان خوجند با جلب کارمندان ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ولایت دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دایر کرده شد. اشتراکچیان گروه خطسیر از جاهای تاریخی و سیاحی این منطقه ها بازدید نمودند و با تاریخ و تمدن و فرهنگ و مدنیت ساکنان این موضع آشنا گشتند. بعد نصف روزی در شهر استرافشان کنفرانسی ولایتی علمی عملی در موضوع سیاحی داخلی عامل رشد اقتصادیات کشور برگزار گردید. ذکر شد که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود مسئولین را وظیفه‌دار کرده بودند که دایر به افزایش دادن سهم ساحه سیاحی در رشد اقتصادیات کشور و حل مسائل اجتماعی برای به معیارهای بین المللی مطابق نمودن اینفراساختور سیاحی جلب هرچه بیشتر سیاحان داخلی چاره‌های اولین درجه اندیشند. در این ردیف امروز در ولایت سوخت دوام 4 سال اخیر شماره سیاحان و جهانگردان با مقصدهای گوناگون توسط گذرگاه‌های سرحدی ولایت 3 مرتبه افزود و 21 شرکت نو اجازتنامه فعالیت گرفته در مجموع 40 شرکت به بازار سیاحی شامل گردید. همزمان دوام سال جهت بنیاد اینفراساختور سیاحی نیز تدبیرها اندیشیده شده مهمانخانه‌های نو برای قبول سیاحان داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفتند. در شهر استرافشان نیز در این سمت یک قطار تدبیرها راه اندازی شدند. تحلیل‌ها و حسابات‌های آماری واردشوی سیاحان داخلی و خارجی در شهر شهادت می‌دهد که وابسته به خصوصیت‌های طبیعی ریگراسیونی کشور از جانب توریستان خارجی افضلیت و نوع‌های سیاحی اکولوژی، ورزشی کوهی و اکستریمالی داده می‌شود. انشاءات‌های سمت سنتوری کورورتی و مقدار زیادی منطقه‌های استراحتی شهر استرافشان برای تشکیل استراحت و معالجه توریستان داخلی و خارجی زمینه خوب فراهم می‌آورد. باعث ذکر است که هنرهای مردمی یک سمت مهم جلب سیاحان به حساب می رود. سیاح البته در برابر تماشای منظره ها و جایهای تاریخی به هنرهای مردمی نیز توجه می کند. زیرا هنرهای مردمی بازگوی تاریخ، تمدن و فرهنگ هر یک کشور است. شهر استرافشان از قدیم مرکز هنر و هنرمندی بود و امروز نیز هنرمندان این منطقه هنرهای اجدادی را ادامه می دهند. استرافشان یکی از شهرهای قدیمی تاجیکان به شمار رفته. استرافشان را از قدیم الایام شهر هنرمندان میگویند. حتی نظر کنیم اگر استرافشان کوچه ها با نام هنرمندان مثلا گریم چرمگری، صابونگری، میخچگران، مسگران، آهنگران، چیتگران و غیره و غیره. امروز هم این سلاله هنرمندان در این محله در این کوچه ها عمل میکنند. در عین حال زیاده از 100 هنر در استرافشان عملی کرده ایستاده است. در جنبش کنفرانسی از جانب مسئولین جهت بهتر نمودن ساحه سیاحی در شهر استرافشان توصیه ها پیشنهاد گردید.